خب برابرعکس امروز اومدیم اونم با چه گیمی اومدیم اسپکتد وانه، ولی همون بازی است که با شیشه تولید کنیم و فلان و بسان. دقیقا نمیدونم، ولی ببینیم که ببینیم چیه. خیلی خوب، زبونمون خب قطعا انگلیش میداریم، فارسی هم که نداره. همین نیم میذاریم فری. اوکی، سنسشه موزیکشو قطع میکنم. اوکی، فریم ریت. اوکی، او این سنگی معلومه میتونیم به صورت چرت و پرتمون زمین رو برداریم و دراپش کنیم یا پرتش کنیم. معلومه پرتش میکنیم. اوکی، خب اوکی. خونه رو ازش خریدیم و اینم از خونه مزخرف ماه. به به آقا، به به. میشه کم کرد؟ خیلی مسخره است. FPS بالا بذاریم چی میشه؟ واقعی خاصی نمیفته، من تاثیر خفنی نمیبینم. ما گیممون رو پیدا بدیم. چقدر با باگ ساختید مشتی ها. اوکی، یه سویل باید بخریم. نه سویل یه دونه یه دونه یه دونه. او. اوکی، این اوجگل اینجا چیکار میکنه؟ فری سمپل بهش بدم؟ نه بابا، من فری سمپل مفت ندارم اصلا. اوکیه، من خیلی سند افکتاش داره اذیت میکنم. چیه؟ تا اینجا اومدیم و وقت پخت و پزه. چجوری میچرخه؟ آها، ببین باید از تموم فضاهای خونه استفاده کنیم و من فعلا از اینجا شروع کنم. اوکی. اه. این هم از این یه دونم اینجا میذاریم و اوکی میکنیم. خیلی خوب، سویلو میریزیم. به به، قشنگ اومدن اسکی رفتن دیگه، خیلی زیبا اسکی رفتن. مثلا ما هم خریم، دوتا گوش داریم، این دوتا شاخ داریم، دوتا گوشی که همه دارن. این چیه؟ آپدیت موبایل رو بزنه. او موبایل. اوکی، خب این از تلفنمون چیکار باید کنیم؟ اولدر وان پلت سید. خب سید از کجا بگیرم؟ آها، یه دونه سیدو به همون میده، پلنت سید. بده دیگه. خب اوکی، یک دانه سیدمون رو گرفتیم. بره بک یک خنده کنه گل. آقا ادیتور یه دونه یک خنده کنه بذار. چقدر پول داریم؟ $175 داریم و چقدر جالب، لازم نیست کارت به کارت کنیم دیگه.
اینا اومدن کار ما راحت کردن و به به معلومه که قرار اذیتمون کنن. خیلی خوب تریاک منو بده. قراره که بزنیم تریاک بپزیم. خب این از سیدمون. اوکی داداش مگه اسپرس اینطوری آخه؟ یک دونم آب بده. واترش میشه 100. الان اینو مثلا سر چی گذاشتن اینجا وقتی نمیتونی اینو بذاری؟ آها بله قشنگم هیچ انیمیشنی براش نداشتم. ممنون. آبش هم که زود خالی میشه. اوکی تا اون رشد کنه ما میایم اینجا آشغال برمیداریم. آشغال بنداز آشغالی. $1 پول داد. الان اوکی میایم دوباره اینجا. $1 بازم پول داد. به مثلا کل شهر رو اینطوری تمیز میکنم اگه قرار باشه پول در بیاد. واکنش اصفهانی ها. پول خوبه پول خوبه پول 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 پول. خودتو جمع کن پسر. اوکی آی خسته شدم. همه هیچ غلطی نکردم. بود پیکاپ مرض داری. تلویزیون رو بنداز آشغالی پسر. این که چی روشن کن لذت ببریم. واه ایکس باکس 360 هم گذاشتن. اینم تخته نمیتونی بخوابی. گل گیاهمون هم که اینجاست. تو به اینجا آبش خور میکنیم اینو. 115 هم انرژی داریم ولی نمیدونم انرژی برای چیه. ولش کن. خب با $179 چیکار میشه کرد؟ چه غلطی میشه کرد؟ خب غلطی که ما میتونیم کنیم اینه که بیایم اینجا از کاکا یه دونه چیز بگیریم. سیدم که همون بر میگیریم. اوکی $69 برامون میمونه. تلفن رو بردار زنگ بزن. تو هم چرا؟ 2 تا بده. خب برای چی نمیدی؟ ولش کن نخواستم واقعا. او به 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 به. وای اینو چرا اینجا گذاشتی؟ تو بیا این بر. بد گذاشتم. نمیتونم قشنگ پخت و پز کنم با این روش. قیچی نگرفتم. میریم قیچی بگیریم از اون بر. پول داشته باشیم وگرنه باید آشغال جمع کنیم. آشغال جمع کردن خیلی بده. مگه ما آشغال جمع کنیم؟ البته ببخشید خیلی جمله شریفیه ولی خب ما شیشه تولید میکنیم. یعنی تریاک فعلا تولید میکنیم. بی خیال. واو چقدر ارزون چقدر مفت. پکم باید بخرم. بده. وای $100 و من هیچ پولی ندارم اونم $100. در رو باز کن. خب اسپره رو بردار. فندک کو فندک نی فندک ایناش.
اوکی. آشغالی ما کو؟ منبع درآمده برا خودش، دمش گرم. $3 فندک $3 بود. ایول. فندک های $3 میشه بیرون بدلا؟ نه. چیکار کنم؟ تو بیام اینجا بمون فعلا. من مگه قیچی نخریدم و قیچیم بود. نمیدونم قیچیمو کجا گذاشتم. خب 1 دونه قیچی بده. وای پلم دوتا چیه؟ یه دونه میخوام. وای شبم داره میشه. آشغالی چیزی نیست بدزدم. آشغال بدزدم. ببینم خوبه، بدک نیست گیمش، حال میده. او خب ببین سیگار یا شیشه ودکا، معلومه سیگار. او پاکت سیگار. بیتون باشه پاکت سیگاراتون رو نندازید زمین، خوب نیست، زشته، گناهه. $3 بهتون میدیم اگه پاکتتون رو نریزید. خب این تریاکامونو که چی الان من تریاکامونم چیدیم. ای والله طرز خیلی فضایی شب شد و بابات این دیگه چه چرت و پرتیه. اوکی ما میام وسایلمون رو میذاریم تو این بازی. گیم باگ خورد. به به بازی رو ریستارت کردیم. وای خدا وای. عکس کلشو بذار دیگه برادر من. الان ما باید چیکار کنیم؟ الان ما باید بیایم آشغال جمع کنیم. بابا شغل آینده هممون. آشغال جمع کن. وقتی از یوتیوب هیچی به دست نیاری رو میاری به آشغال جمع کردن. هروئینای مردم رو داری جمع میکنی. یه نخ سیگار پیدا کردم. بکش 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 که بکش. بگو هی فلک داد و فلک داد. باید $100 جمع کنیم. دوستان ما چیت زدیم. البته چیت نزدیم. به بازی نمره بدید بهتون $100 رشوه میده و ما نمره دادیم و $100 گرفتیم. بابا بابا اوکی ما که الان $100 داریم. میریم یه دونه میز میگیریم دیگه. آشغالم جمع نکردیم. خیلی ایزی اومدم نمره دادم $100 گرفتم. بابا اوکیه. حاج آقا بیا اینجا یه دونه میز پک بهم بده. دیگه بقیه‌اش هم چرت و پرته تقریبا. دوستان از هیچی خدایش بهتره، چون ما امکانات نداریم که بیشتر پلیرها بیشتر تو موبایل همه پلی میدن. اون بهتر گیمای موبایلی پلی بدیم و لذت ببریم از زندگیمون. چرا قصه میخورید؟ روز شنیدم نسخه اصلیش هم قراره بیادش. اوکی راستی من کی خاک گرفتم؟ فکر نکنم انقدر خاک گرفته باشم. نمیدونم.
8 پک. خب اوکی. عکس رو بردار. تو هم بیا اینجا. تو هم بیا اینجا. این که نه. خب که چی؟ بابا برو بابا. یه گل خواست به ما بده اینجا آب بده. البته اینو برای چی دارم آب میدم؟ این از گلامون. نه برعکس گذاشتی. برعکس گذاشتی. نه 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 درست گذاشتی. اوکی پک. خیلی ایلی. پک ها رو بده من. بقیهش ما خود. اوکی بریم که مردم رو معتاد کنیم. تازه رسیدیم جای خوبه گیم. بابا 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 بنازم. مشتری پشتری هیچی ندارم یعنی. حداقل اون گیم یه مشتری داشتش. اوکی بیا بیرون. بهروز بیا بیرون. دیگه خیلی رو مخم رفتش. حالا این لگی که من دارم اینو بیام بذارم رو لو درست میشه؟ آره بابا درست. به حاج خانم نمیکن هیچ غلطی نمیتونم کنم باش. به آیا همین آفر. یه اوکی. بعد یه دونه پک میدم. یه دونه دیگه بدم چی؟ نه بیا پایین. یه دونه پک میدم. 45 دلار بهت میگه. میخوای؟ واه بکش امو بکش کیف. یه لحظه وایسا. یه لحظه وایسا. مردمات با کیفیت ببینن تو رو. بکش کیف کن امو جان. حال کردی؟ خداحافظ. بیا اینجا امو. بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا. کجا میری؟ بیا اینجا. Let's do. ها آها بهت یه دونه اینا میدم. چقدر میگی؟ دوتا بهت بدم چند درصد؟ دوتا هم 91. سه تا چی؟ سه تا هم 91%. چهار تا هم 91%. اوکی ببین شانس بهم رو کرده. 10 دلار میزن. نه 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 نه. اوکیه بخرم اما عشق کن. دمت گرم بابا. داریم کم کم پولدار میشیم برای وکس. خب الان من گل میخوام. الان دیگه باید به من بدی. آها پولشو ندادم. آها اوکی اوکی اوکی. صدای ناهنجار تولید میکنیم. خب آقا 10 تا بستمه. این از 10 تا این سویلم که داریم. الان دیگه مایه داریم برای وکس. همین رو برمیداریم. اوکی من رفتم خونم. اوکی اوکی اوکی. خب من چیکار میکنم؟ آشغالی رو برمیدارم. تو بیا اینجا آشغالی. این تلویزیون مزخرف رو برمیدار. این کجا بندازم؟ نمیخوام آقا اینو. میذارم تو کمدم. فکر کن
تلویزیون رو میندازیم اینجا. اوکی. تختم نمیخوام، تختم هیچی نمیخوام آقا. اینجا رو پک میچینیم. پک چیه بابا؟ چقدر چرت و پرت میگی خدا. اوکی. خیلی بانظم و قشنگ میچینیم اینجا دقیقا کنار هم. آفرین بر من. اونم که ریدی. اینو بچرخون حداقل. اوکی. سطل دوباره اونم برمیداریم اینجا میذاریم. اوکی. اوکی دیگه داداش، دیگه چی میخوای؟ تختمونم بردار. مم. اوکی. اوکی. قشنگ یه خونه جادار و مطمئن. چیکار میکنیم وقتی اینه که خاک بریزیم؟ خوبه، سند افکت این خاک ریختن رو داره. حاجی خیلی دارم حال میکنم با این. آبش هم میدیم. آبش هم میدیم آقای میساقی بخوره. اوکی. آها. اولین کاری که میکنم میام سیده ها رو برمیدارم. پولش هم نمیدم، بعدم میدم. مکس. پلیس ملیک هم یه خدا رو شو هیچی یختی هیچی نداره. خب این یه دونه. این دوتا. لول 2 شدم. این سه تا. آبش هم میدیم آقای میساقی. این یکی هم میدیم آقای میساقی. حتی این یکی هم میدیم آقای میساقی. اوکی. خب انقدر که دادیم آقای میساقی خسته شد. اوکی. سه تا دیگه پک دارم، کی میخره؟ این شماره من نمیگیرم به من زنگ بزنم، من اینجا با شهر رو بگردم عللی تللی به مردم جنس بدم. او اوکی اینجا همون لول 5. اوکی. این یارو خیلی مشتری خوبی، برو گمشون بر. یا بیرون. یا بیرون. یا بیرون نمیاد. که بیایم فروشگاه ببینیم این عمو چیزی میخواد. آها. ببین بهت سه تا میدم. 91% ممکنه. ما میبینیم میکنیم $110. 86%. ولش کن بیا. به به. آقا داریم مایه داریم. عشق میکنیم. اوکی باید آبم بدیم. اوکی. یه چیزی که کشف کردم میایم تو موبایل توی پروژکت. این همون یکی. اول آنسل رو میزنیم یعنی چی؟ یعنی میتونن به ما پیام بدن. اوکی. اصلا چی کشف کردم دمم گرم. خب یه دونه دیزل اومد برا ما. اینو بردار. چی شده؟ نمیدونم. اوکی. اینا گلاه ما هم بابا به بنازم آجی بنازم. قیچیمون رو بر نداشتیم. قیچیمون رو بر میداریم. اول اینکه همه اینا رو میایم میشیم. اون یکی رو نمیبینم کجاست. آها. خب دومی اینم میچینیم. تریاکامونو.
اوکی آقا. ما الان کلی تریاک داریم. تبلیغات. اوکی اوکی اوکی. آقا ببینیم برام پیام چیلی اومده. هیچی نیومده. به درک. گوشه لغ کن. بیا اینجا. تکا رو بذار کلشو اینجا. گلان هم اینجا بچین. همه رو. این یکی هم بذار. نمیشه. همه رو اینجا پک میکنیم. مکس. اینا هم میذاریم. پک کن دیگه. اوکی. ما الان 17 تا پک داریم. بهمون اولین مشتریمون پیام داد. یه پک میخواد 40 دلار. خب من نه 60 دلار زیاده. من 45 دلار میگیرم بهت میدم. میخوای یا نمیخوای؟ پاک کردم. وای چه غلطی بود من کردم. بیا اینجا. پروژکت. خب این 35. آنش هم کردم. اوکی. وای چرا پاکش کردم. ببینیم چی میگه این دلغک. چیکار کنم حاجی؟ چیکار کنم؟ این تو الان چی؟ او پک جدید. اوکی 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 اوکی. این چیه؟ معلوم نیست. خب فیلتر شکنمون قطع شد. اوکی اوکی. اول تایمشو میگیم کی بیاد. الان ساعت چنده؟ الان ساعت 12 شب. خب هم. اوکی. این به یارو برای ما آدرس شد. چرا اینطوری میاره آجی؟ بخیا. تویی؟ نه. آقا مپو میبینیم چه کاری. خب من اینجام یارو جلوتره. دقیقا اینجا رسیدیم. خب اما کجاست؟ بیا دیگه. اینه. نمیخواد یارو بیاد. بالا درخته. ما رو باش منتظر کیم؟ یارو نمیخواد بیاد دیگه. خب آقا ساعت چنده؟ 2:27 28 دقیقه. خب اوکی. چی گفت؟ گفت من 2 ساعت دیگه اونجا. 2 ساعت دیگه اینجا نباشی غلط کردی. یعنی میکشمت. بدبخت کسافت. بهتره به نفع خودت اینجا باشی. اوکی.
همون تویی؟ نه این نیست. اینم نیست. خب مپ ما کجاییم؟ خودمون اینجاییم. اوکی. نه اون که ما نیست. ما خودمون رو نمیبینیم. آها اینجاییم. یارو باید بیاد اینجا، ما پشت این درخت ها بهش بدیم. پشت این درخت ها بهش بدیم که حرف درست نیست. بودو بیامو بودو بیا بودو تویی؟ خوبی؟ آها اینم از مشتری خوبمون. چی میشد؟ 2 تا این چیزا میخواست. ما اگه 3 تا بهش بدیم. نه نمیشه. 2 تا رو میدیم 45 دلار. دیل دیگه. اوکی دمت گرم و خداحافظ. واسه اینو چرا 2 تا رو دادم 45؟ او شت. گند زدم، چرا اینقدر ارزون دادم؟ خودم ضرر کردم اینطوری. والا یارو نمیخواد بیاد نه. خب آقا 4 تا میخواد. خب 150. مثلا دونه ای. اه وای رفت. ای بابا. یکی هم که ما دقیقا همونجاییم. محل تعامل اینجا. اینجا باید بیاد یارو گلشو بگیره. گل خوب میخوام داشتلی. اوناش توی همون. گلتو بگیر. کار دارم به گل بگیر. نرو تو. ای بابا نرو تو دیگه. ولش کن. نمیدیم پک نمیدیم بهشون. هی خدا. 14 ساعت دیگه ما میریم. چیکار میکنیم؟ میخوابیم 282 دلار پول داریم. اوکی 9 ساعت دیگه. هیچکی جنسمن چیزی نمیخواد. بیا عمو بیا. ببین 5 تا بهت میدم 91 ولی خب خیلی داری کم میگیری. خب 180 تا بگی تمام نوش جون. تپ پروژکت. پولم رفت. آها 2 تا میخوای 90. ساعت چنده الان؟ 8. 2 تا میخواد 90. نمیبینه چشام درست. اون 12. او فهمیدم این 12 تا 8 صبح. خب ما اینو میزنم. اوکی 2 تا اودی. تو این تایم ما باید چیکار کنیم؟ اما فهمیدیم که اینکه به یه نفر پیشنهاد بدیم خیلی بهتر میگیره. پس تازه دارم قلقش دستم میاد.
چشام نمیدید که کور بودم. اوه دافی. دافیه میکنه گل و کنتینه ولی میزنه تو چی میگی؟ آقا من گم شدم گم. اوکی. الان ساعت چنده؟ ساعت 10. بیا همون بیا ببر. چه درست تایمشون رو نمی نویسه کی میان. همشون رو 6 ساعت دیگه باید بدم برم کلی جنس بخرم که کلی مشتری دارم. اوکی. میام اینجا. اوکی. اول میام کلی دیزل چی حاجی دیگه تا اون موقع لغو میکنیم آقا جنس مثل تعطیله. میام اینجا 150 پولمون رو میدیم اینو میگیم برامون جنس. ام... حواسم به تایم اصلا نبود. خب ایشالله پارت بعدی رو میریم با هم ادامه رو بریم برای پارت بعدی. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی فعلا.